سلام سلام كمسك الختام. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، طی چند روز است که بعد از زمین لرزه در ترکیه و شام تعداد بسیاری نفران جان خود را به خداوند سپردند. پس موضوع امروزه، در وقت این گونه امتحان ها ما باید چی گوییم، ما باید چی کار کنیم، ما باید چی اعتقاد داشته باشیم؟ اول اینکه دوستان، هر آنچه که به سر بنده می آید این در تقدیر ما و شما نوشته شده است و فراموش نباید کرد که یکی از شرط های ایمان این باور کردن به تقدیر نیکی و بدی است. همه را از خداوند دانستن است و به این صابر بودن، صبر کردن و این را پذیرفتن است. اگر خداوند انسان را چنین امتحان ها کرد، او نباید عرض و شکایت برد به خداوند، بلکه باید صبر کند و راضی باشد به آن تقدیری که خداوند بر او مقدر کرده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. و هر آینه شما را با چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان مالها و جانها و میوه ها بیازماییم و صبر کنندگان را بشارت ده. الله تعالی ضمن آیت مذکور ما را خبر داده است که ما بندگان خود را با هر گونه نارساگی ها یا با بلاهای گوناگون مثل خوف از دشمن یا گرسنگی یا کمی رزق و روزی، هلاک شدن مالها، مرگ بعضی از دوستان یا تلف شدن حاصل یا نشدن حاصل زراعت و باغ و بوستان و غیره امتحان می کند. بنده که در چنین امتحان ها مبتلا شده است، در آن صورت صاحب اجر و ثواب بزرگ می شود که اگر شکایت نکند، همه را از الله داند، صبر کند. اگر بالای این قدر نارساگی ها صبر نکند، در آخرت به عذاب الله تعالی گرفتار شدنش ممکن است. الله تعالی در آخر آیت فرموده است که به شخصانی که در مصیبت ها صبر می کنند، در عوض صبرشان جنت های پرنعمت را مژده ده. آیت زیر انشاءالله ادامه آیت بالا بوده صفت صبر کنندگان را به ما آشنا می سازد. الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آن کسانی که چون به آنها مصیبت برسد گویند: هر آینه ما از خداییم و هر آینه ما به سوی وی بازگردندگانیم. دوستان عزیز، صفت دیگری شخصانی که به ثنا و خوشخبری پروردگار سزاوارند این است چون به آنها ناراحتی رسد، خود را به بازگشت به نزد الله تسلی داده انا لله و انا الیه راجعون میگویند. یعنی ما همه از خداییم و بندگان اویم و ما همه به سوی او تعالی روز قیامت بازگردنده ایم گفته صبر می نمایند. خداوند حبیب خود صلی الله علیه و سلم را فرموده است که این گونه شخصان را بشارت به جنت ده. یعنی دوستان عزیز، بر عوض این صبری که انسان بر این آفت و بلاها می کند، این جنت است. پس جنت از این دنیا و هر آنچه که در این دنیا است بهتر است. و در آیت بعدی خداوند می فرماید: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. یعنی بر این گروه از جانب پروردگارشان درودها و بخشایش هاست و آنها راه یافتگانند. دوستان عزیز، این چنین رحمت و بخشایش الله بر آنها وعده شد.
آنها به هدایت و سعادت راه یافتگانند. خلاصه دوستان عزیز، این دنیا دنیای امتحان است. اینجا جای امتحانگاه است. خداوند با هر سبب بندگان خود را امتحان می کند. با ترس، با گرسنگی، با زمین لرزه، با بلا و آفت و دیگر نوعها، و خداوند می بیند که کدام از این بندگان صابرترند و به صابران جنت وعده داده است. پس در حالت آمدن بلا و آفتها صابر باشیم، همه را از خداوند دانیم و تکیه به او کنیم و توکل به او کنیم و راضی باشیم به این تقدیر، تا بر عوض این خداوند جنت فردوس را به هر یکی ما نصیب بگرداند. در آخر دعا کنیم که خداوند این گذشتگانی که در این زمین جنبی ها در ترکیه و شام گذشتن، خداوند همشان را غریقی رحمت و شایسته جنت بگرداند و جنت الفردوس در آمدن به آنها نصیب بگرداند. و تا می توانیم با دعا و با کمک مالی و برادران ایمانی خود یاری خود را رسانیم، چون این امتحان ها نه تنها برای آنهاست، برای ما هم هست. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.